نافداری آمیدی به تحینه یکی جی آشن آوین چکرنات تحینه بناوه آش عیسی دلای آوه کناوه وی آشی جبیر من میرگاه بدینان عیسی دلا هاتیه دیروکا وی آشی وی ریباری بوچرخ 16 زاینی ودگرید سلیمان دشتانی خدان وی آشی بحثا کدا خویا 17 سالان کتن هم کنجاتینش دورا آمیدیتینش منطقه داره لوکه و شلابزه و دویکه و هاریکه هم کنجات خوشورتینش جوتیار خود کرید وقتی مجه کرین دینی نویده دکینا پاچت کینا 26 کیلو پشتی اینگی دکینا تویدا بود دو روزا دو نمین دینی نده و شوین و پشتی مشیشتن دی بین دی قطین وقتی ما قطان دی کینا برکت خید او برکت خید سیرن دی سویچ تبنی کنجی بسر کوید و عیارو مجه هیکه اگر هیک سر کرد او برکو درسته اگر نسر کرد برکو خلطه دینی نده و پشیمش برکه اینو نده و ده شیرین کن ده آب شیرین ده کن وقتی ما شیرین کردن ده دونی نویده ده بچک باورین ده اینی نفرنه فرنه ده قلینین او فرنامت دورویا اما کی کار کردم هم 6 کار کرد ویرینه هم 24 ساعت شول کن و شولی ما شب و روز هم شولی خود کن و الحمدلله شولی ما گلکی باشه هم خلکی روشوانه هم اول تقریبا سالا ششه عمل بری الحمدلله ما چه اشکال نینن خلقه جدی رو نزیک قصد آمیدیت کن جبو کرینا تحین اجبرنا و دنگی هاوه والله سال جاره که دویا حتی سه جارم تین دیوشی تحین بخوجت بین تحین و راستی تحین که صافیه گله کبتاما و گله جهاجی تینه فروشیارک و ناو دنگیات تحین آمیدیه بو چند اگران ودگرینید تحین آمیدیه اول تشت کنجیت خمالینه و یا دوی آشت آوینه و یا سی یعنی با پیرد ما بس پوریات اب وشوله هی و همی کار ما اوه و همات کفن دا ما ام وشولیت کینو اوه آش پرا عیسی آویل آمیدیه کو یک جه آش نافدارین دیرو که این کفن الوی دوره اوه جی کنجین دوره آمیدیه نه کو كان تحين لفي آشي سلام بالای دنگ امریکا آمیدیه